حتما برات اتفاق افتاده بدون اینکه غذای زیادی بخوری شکمت بزرگ شده، سنگین شده، یا اصلا غذای نفاخ هم نخوردی یا باز احساس نفخ میکنی. پس درد چیه؟ دلیل چیه؟ درمان چیه؟ باد شکم یه احساس ناخوشایند توی روده هاست. نفخ معده یعنی این که باد خیلی زیادی توی روده هات حرکت میکنه، باعث بزرگ نشون دادن شکم و معدت میشه. یه وقتا مثلا غذای نفاخ نمیخوری، مثلا نخود لوبیا نمیخوری، ولی باز نفخ میشی. این از استرس و استرابه. اگه این مدل نفخ داری همراهش هم گاهن سکسکه هم داره، یه سری مشکلات دیگه، دست کم نگیرش ها. ممکنه یه بیماری جدی و خطرناک مثل روده تحریک پذیر بیاد سراغت. یه هشدار. ولی اکثر مردم ما با خوردن و نوشیدن دچار نفخ معده میشن. خیلی هم سوال میکنن که آقا ما چندین ساله رفتیم پیش، نه دلیلش رو متوجه شدیم، نه درمان درست حسابی بهمون گفتن، همینطوری بلا تکلیف موندیم. یکی میگه گلپر بخور، یکی میگه زیره بخور، یکی میگه نعنا بارهنگ بخور. تو بازار نعنا بارهنگ نموند از بس ملت خریدن، ولی دریغ از در واقع فوایدش هیچ. ببین واقعیت اینه که موقعی که ما داریم غذا میخوریم، مایات میخوریم، یه مقدار گاز وارد معدمون میشه. از این طرفم به خاطر هضم شدن غذا گاز توی دستگاه گوارشمون جمع میشه، میمونه. گاز که توی دستگاه گوارشه نیتروژن و اکسیژن، اما موقع هضم غذا به صورت متان، هیدروژن، دی اکسید کربن آزاد میشه. یه قسمتی از گاز، خوب گوش کن، یه قسمتی از گاز با آروغ زدن دفع میشه، یه مقداریش هم با مدفوع کردن. اگه دفع 15 تا 20 دفعه باشه تو طول روز طبیعیه، نگرانی نیست. دقت کن، دفع گاز گفتم، دفع مدفوع نه. اما اگه دیگه روده بیشتر از 20 بار دفع کنه و شکمت هم درد بگیره، عذر میخوام، دفع گاز بوی بدی هم داشته باشه، یعنی نفخ شکم داری، نفخ معده داری. تو ایران بدترین عادت و معروفترین حرکتی که باعث نفخ میشه تون غذا خوردنه. آقا چرا عجله میکنی؟ دنبالت که نمیان، بشین آروم غذا تو بخور. این دلیل اینه موقعی که تون غذا میخوری، لقمه رو میذاری توی دهنت، همراه این لقمه هم هوا تون وارد معده و رودت میشه. از این طرفم چون تون داری میخوری، دیگه در واقع جویدنی در کار نیست، به همین خاطر باز گاز وارد گوارشت میشه. غذا رو خوردی، گفتی الهی شکر، دراز میکشی، دراز، چاره ای نداری، محکومی که بعد غذا خوردن یکم راه بری، دراز بکشی، بخوابی، دیگه کار تموم. معجون درجه 1 برای درمان همیشگی نفخ، معجون سیر، نمیذاره باکتریای کلون رشد کنن. چند تا سیر رو خوب گوش کن، چند تا سیر رو توی آب گرم خوب له میکنی، یکم بهش زنجبیل اضافه میکنی، فرق نمیکنه، زنجبیل تازه باشه، خشک باشه، پودر باشه، فرق نمیکنه، اضافه میکنی، تو طول روز 1-2 بار ازش میخوری، بخور نوش جونه. میدونم الان تو ذهنت اینو میگی که آقا من سیر میخورم باعث نفخم میشه. آره راست میگی، ولی من سیر رو تنهایی نگفتم، سیر و زنجبیل و آب، سیاه دانه، ساده ترین، مناسب ترین درمان برای نفخ. تبش گرم و خشکه، راحت میتونی سیادونه رو پودر کنی بریزی روی غذاات. ولی سیادونه یه داستانی داره، اونم این که میگن بلا فاصله که پودرش کردی باید بزنی به عسل. در واقع عسل یخجال سیاه دانه است، نگه دارندشه تا 6 ماه تا 7 ماه میتونه در واقع نگهش داره. ولی چون تازه میخوایم استفاده کنیم ازش، بریزی توی غذاها، توی هر بار مصرف مشکلی نداره، ولی همون لحظه باید بخوری. دوست نداری بخوری، روغن سیادونه رو روی شکم و معدت و قشنگ ماش ماساژ بده. 2-3 تا معجون و فرمول درجه 1 بهت میگم که بری کیف کنی، دیگه نفخ بی نفخ. با نفخ معده به خاطر سندروم روده تحریک پذیر. روده تحریک پذیر فقط اسمش ترسناکه، چیزی نیست.
کسایی که کولیت دارن نفخ شکم و درد قفسه سینه رو همزمان تجربه میکنن. یه وقتایی این درد انقدر شدید میشه که طرف احساس میکنه قلبشه. یا بعضی وقتا دیده میشه که طرف همزمان هم نفخ داره هم تنگی نفس. یه وقتایی هم که درد قفسه سینه به خاطر نفخ شکم اتفاق میفته نشونه یه مشکلات دیگه است، مثل سنگ کیسه صفرا یا مسمومیت. نمک و شیرین کننده های مصنوعی و حبوبات اینا هم باعث نفخ میشن، چون شیرین کننده های مصنوعی یه سری موادی هستن که معده خیلی سخت میتونه اینا رو هضم کنه، براش سخته. لوبیا، عدس، نخود اینا هم نفاخن. نوشابه های گازدار، آب میوه های گازدار. از اونجایی که نفخ باعث فشار روی دیافراگم میشه بعضی وقتا تنگ نفس میگیری. سکسکه، تنفس کردن کوتاه، چون موقع نفخ دیافراگم فضای خیلی کمی برای باز و بسته شدن داره. این ادامه دار باشه اکسیژنت کم میشه، اضطراب میاد سراغت، تپش قلب، احساس تنگی نفس حاد و مشکلات تعادلی اینا هم هست. بیشترین گازی که بدن تولید میکنه به خاطر هوایی که ما میبلعیم، بلعیده میشه. ما نمیتونیم که جلوی خودمون رو بگیریم هوا رو در واقع نبلعیم. گفتم یه علتش سریع غذا خوردنه. ببین برای غذا خوردنت بی‌تعارف بگم، برای غذا خوردنت باید وقت بذاری. تو حالت ایستاده و حرکت داستان میشه برات، درد سرساز میشه. حتما بشین غذا رو بخور. آدامسو میذاری کنار. خیلی برای اینکه نفسشون تازه باشه، دهنشون بوی خوب بده، یا در واقع طول میان وعده ها ریزه خاری نکنن، میان آدامس میجوین. جویدن آدامس معنیش یعنی بلعیدن مداوم هوا. دوغ کفیر قوی ترین ضد نفخ دنیا. ببین لبنیات مخصوصا شیر اینا باعث نفخ میشن، هممون میدونیم. دوغ کفیر فرق میکنه، یه پروبیوتیک خیلی قوی و پرخاصیت که نفخو در واقع درمان میکنه. یه سری باکتری مفید داره که به فرآیند هضم خیلی کمک میکنن. بعد غذا یه لیوان دوغ کفیر بخوری اون احساس سنگینی و بزرگی شکم نداری. آب آناناس ماده اصلی سبزیجات و میوه ها فیبره که کامل هضم نمیشه. فیبر با همه خواصی که داره کسی که سوء هاضمه دارن برعکس اصلا خوب نیست. یا باید این سبزیجات رو بپزی یا میوه ها رو آبشون رو بگیری. فیبر موقعی که میپزه، ممکنه برای اولین بار داره اینو میشنوی، فیبر موقعی که داره میپزه نرمتر میشه، هضمش آسون میشه. آناناس یکی از این آب میوه هاست، پروتئین رو تجزیه میکنه، هضم تو آسون میکنه. شربت ختمی زنجبیل فوق‌العاده است، محشر بی‌نظیره، عالیه. زنجبیل تازه، ختمی خشک، عسل. زنجبیل ضد التهاب، به هضم غذا خیلی کمک میکنه، ذرات غذا رو تجزیه میکنه. گل ختمی هم که نیاز به تعریف نداره دیگه، برای گوارش عالیه، نرمش میکنه. شربت رازیانه، جعفری، لیمو. جعفری باکتریای بد، نه باکتریای خوبه، باکتریای بده توی شکم رو از بین میبره، باعث میشه کبد صفرا تولید کنه. این ماده هم چربی رو تجزیه میکنه. دیگه چی میخواد؟ رازیانه هم حالت انقباضی داره، یعنی حرکت انقباض انجام میده، عضله های شکم رو آروم میکنه، دل درد رو از بین میبره. لیمو هم که ضد التهاب، اثر این معجون رو 3 برابر میکنه. جای نوشیدنیای گرم تو سفره‌های ما هیچ وقت خالی نیست، یعنی همیشه باید بخوری. اونی هم که همه دوستش دارن چای سیاهه. آخ 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 چقدر میچسبه بعد خوردن یه غذای خوشمزه و سنگین بشینی یه فنجون چای مشت بخوری. چای و قهوه کافئینشون بالاست، بدن رو کم آب میکنن، گوارش رو همچین به هم میزنن. دمنوشا رو جایگزین کن. این همه دمنوش، 300,000 نوع تنوع دمنوش داریم ما. دمنوش نعنا زنجبیل، یه تو دمنوش این بهترینه. زنجبیل دشمن سرسخت ورم و التهاب. یه فنجون دمنوش زنجبیل و نعنا و عسل معدت رو آروم میکنه. زردچوبه رو حذف نکن از تو خونت. زردچوبه هم کبد رو سمزدایی میکنه،
هم برای نفخ عالیه. دمنوش زیر آویشن، یکم زیره یکم آویشن رو توی فنجون آب گرم مخلوط میکنی، 1 ساعت قبل غذا میخوری تا هم اشتهاتو کم کنه، باکتریای مفید رو را بندازه، هولشون بده. به جای خود آویشن میتونی عرق آویشن هم استفاده کنی. اگه بتونی همیشه شکمتو گرم نگه دار، هیچ وقت نفخ نمیاد سراغت. یه کیسه پر نمک گرم و ببند روی شکمت، 1/2 ساعت بمونه معدت گرم میشه، دیگه خبری از گاز معده و باد معده نیست. در حد طاقت تشنه بمون، گرسنه بمون، خیلی عالیه ها برای نفخ معده. یه قاشق چایخوری پودر زنیانو با 1 استکان عسل مخلوط میکنی، بعد هر وعده یکم ازش میخوری. اگه از اونایی که زیاد نفخ میکنی، 2 قاشق غذاخوری پودر نباتو با 2 قاشق غذاخوری گلپر سابیده مخلوط میکنی، با عرق بهار نارنج میخوری. اگه دردت خیلی زیاده، 30 گرم روغن کرچک و 200 گرم عرق انیسو مخلوط کن، بمال روی معدت، 10 دقیقه یه رو ماساژ بده. باید گشاد شدن دریچه معده رو از فم معده تا ناف با روغن بادوم شیرین ببندی، آروم آروم ماساژ میدی. در واقع یه نوع اسپاسم گرم به عروق سرد ایجاد میکنی. چند تا دونه گردو رو پودر کن، با 1/3 قاشق غذاخوری پودر زنیا مخلوط کن، 3 هفته بخور. برای میکروب معده هلیکوباکتر عالیه. بعد نهار و شام 1 فنجون عرق بومادران رو با 2-3 قاشق عرق زنیا مخلوط میکنی تا 3 هفته میخوری. دمنوش آویشن پونه ضد عفونت گوارشه. بعضی هم هستن که اینا تو بهار بیشتر نفخ میشن، فصل بهار، مخصوصا بچه‌ها، یه سری از بزرگسالامون. دمنوش ترخون میخوری، سبزی ترخون. اگه بوی بد دهنم داشته باشی، ترخون فوق‌العاده است. این قسمت رو خیلی خوب گوش کن، دقت کن. کبد منبع انرژی بدن، 90% گاز بدنم باید توسط روده دفع بشه. کبد ضعیف باشه باعث میشه که رودم ضعیف بشه، رودم ضعیف بشه، نفخ و یبوست میگیری. 1 ربع استکان عرق زنیا مد غذا. تو نافت میتونی روغن زیتون بچک کنی، میتونی 8 ساعت یه بارم روغن زیتون خالی بخوری، 1 قاشق. این دمنوشایی که گفتم مخصوصا زیره و پونه، اینا رو تفریحی استفاده کن، حتما لازم نیست که مرتب هر روز بخوری. البته اگه هم رفلاکس نداشته باشی، معجون ماست و کدو رو امتحان کن حتما. خیلی به خاطر نفخ و یبوست و این داستانا مشکلات گوارشی دور ماست و خط کشیدن. اگه یه دونه کدوی سبز درشت رو تو ماست رنده کنی، چند تا برگ نعنا بهش اضافه کنی، فوق العاده میشه. به جای نعنا پونه هم میتونی بزنی، نفخت از بین میره. میوهایی که قند کمتری دارن رو بخور. قند فروکتوز میوه میتونه باعث نفخ بشه. سیب، لیمو شیرین، هلو، اینا قندشون کمه. اگه دیگه به اینجات رسیده، نفخ امون تو بریده، چای زیره و زنجبیل رو حتما امتحان کن. یکم زیره، یه تیکم زنجبیل رو دم میکنی میخوری. حواست باشه افراط نکنی، چون با بعضی از داروهای قند خون مخصوصا تداخل داره. به بچه هم ندین اینو، پوستتون چروک میشه، چشماتون هم کم نور میشه.